آداب شاخه از علمهای شریعت است و آداب حتی الله تعالی در قرآن کریم جای آمد که از توحید هم پیش گرفت. آداب المشی الی الصلاه، آداب راهگردی به سوی نماز. نماز رکن اسلام است، لیکن آداب راهگردی به نماز کتاب نوشتند علما. آداب راه گشتن به سوی نماز، آدابی در آمدن مسجد، آدابی در آمدن قضای حاجت، آدابی سر و لباس پوشی، کتاب‌های آداب است. و گاه ها بعضی انسان ها آداب تحقیر میکنن، میگن که آداب چیزی نیست. بعضی حدیث های بینید توحید و آداب یک جایه میبیاید. یا غلام سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک. ای بچه بسم الله گو، توحید است. پیش از آن که طعام خوری بسم الله گو، به نام الله. این توحید است. و با دست راستت خوری آداب است. و از پیش خودت خوری آداب است. چی ما کن آداباش گران پرتافته فقط توحیدش گوییم. یا در سوره طه الله سبحانه و تعالی حضرت موسی رو به ملاقات خودش تکلیف کرد، دعوت کرد. الله تعالی موسی رو گپ زد بی واسطه. در همون جا الله سبحانه و تعالی گفت که اینی انا ربک فخلع علیک. ای موسی من پروردگار تو هستم، پای افضلات کش، پای افضلهایت را بدر کن. اینک بالوادی المقدس طوى، چون که تو در وادی مقدس طوا هستی. مکان اگر مقدس باشد باید پای افضلاتون کشید. بنابراین ما اونایی که در آشیانه یکم طواف میکنن در گرد کعبه، یعنی که خوب است که به پای افضل طواف کنید. اگر پاتون مثلا بیماری داشته باشه، خنوکی داشته باشه، بعضی پای افضلچه های مانند مستی هست ولی از عاشقی پا پایانتر است، چرمین است، همون پوشید، لیکن پای افضلاتون که در گرد خانه الله تعالی طواف نکنید. چون که الله تعالی میگه فخلع علیک، دو پای افضلات کش. این آداب است برادرها. تو در وادی مقدس طوا هستی. بعد از آن گفت که و انا اخترتک فاستمع لما یوحی. ای موسی من تو را به سخن خودم اختیار کردم. فاستمع لما یوحی، با اون وحیی که حاضر به تو گفته میشد گوش انداز. اینجا علما میگن که دو آداب را پیش از آن که توحید را تعلیم داد الله تعالی. اول پای افضلات را کش، بعد به سخنهایی که حالا به تو گفته میشد گوش انداز. این آداب علم آموزی است برادرها. وقتی که علم به شما گفته میشه، در وقت شنیدن علم باید خاموش استید. فاستمع لما یوحی، گوش انداز. در وقت درس باید آدم مسواک نکند، بیادبی نکند، خواب نکند، پاهایش را به سوی استاد دراز نکند. اینها آداب است. اگر همین آداب های رعایت کنید، به قدر آدابتون الله تعالی علم میدهد. پای افضلت را به درک ببر کن و به آن سخنی که حالا به تو گفته میشد گوش انداز با دقت. ایننی انا الله، من الله هستم. لا اله الا انا، غیر من دیگه معبودی بر حق نیست. فاعبدنی، مرا یگانه پرستش کن. توحید است. ایننی انا الله، من الله هستم، غیر من دیگه معبودی بر حق نیست، پس مرا یگانه پرستش کن. و اقیم الصلاة لذکری، و نماز را برپا دار برای ذکر من، برای یادآوری. نماز را برپا دار. ببینید توحید از همه رکن اساسی دین مقدس اسلام است. سپس رکن دوم نماز است. پیش از آن که این دو را وحی دهد، اول آداب را تعلیم داد که پای افضلات کش، به سخنی که گفته میشد خوب گوش کن. پیش از توحید آداب تعلیم داد. بله، کسی اگر به آداب بی اهمیتی کند، رفته رفته به سنت ها هم بی اهمیتی میکنه، به سنت ها بی اهمیتی کنه، به فرض بی اهمیتی میکنه، به فرض بی اهمیتی کنه، به ارکان اسلام هم بی اهمیتی میکنه. آداب چیزی ضرور است. از بی آداب مردم توحید هم قبول نمیکنن، بعد حق هم قبول نمیکنن. این طبیعتی مردم است. پیغمبرها بی آداب نبودند، صحابه ها بی آداب نبودند، علما بی آداب نبودند. پیش از آن که یک فنی را تعلیم دهند، اول آدابی همون تعلیم، آدابی طلب علم است. کتاب‌های آدابی علم آموزی هست. آدابی نشستن، آدابی صحبت کردن، آدابی سلام علیک. برای هر یکی این بابها کتاب‌ها نوشتند.